سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز جمعه 15 آگوست آشنا میکنم. بر اثر یک ترکش بالون خلارید امانی در کارگاه آهنگودازی دهه ارباب خاتون ناحیه رودکی شام 14 آگوست 28 نفر زهرآلود شدند. این نفران ساکنان دهه بوده بعد انجام معاینه طبی در بیمارستان به خانه‌هایشان برگشتند. حالت آنها معتدل ارزیابی می شود. کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان گفت ترکش هنگامی رخ داد که کارگران سیخ آرماتورسازی بالون 40 کیلوگرمی خلار را با مقصد ساختن بخاری کفشیر می‌کردند. شما حال این بالون را ببینید، آن کاملا زنگ زده است. این بالون کمش 40 ساله است. سالهای پیش وقتی یک پایگاه آبصاف‌کنی در محله وطن اساسی پایتخت فعال بود، چون این بالون ها با خلار مایع استفاده می‌شدند. بابوخان رحمانوف پزشک بیمارستان قریه بالای دوشنبه گفت برای یاری طبی 16 ساکن ارباب خاتون مراجعت کردند که در میان آنها طفل خردتر 3 ماهه و بزرگترینشان 13 ساله بوده است. ما با آنها معاینه گذراندیم، تشخیصی لابراتوری گذراندیم که در این عین حال همش در معیار بود. از اون جمله مانیتورینگ، فشار خون، نبض، فشار پرسله، کیسلارود خون، همش در معیار بود. از روی این حادثه تفتیش شروع شده است. خبرهای رادیوی آزادی را با رویدادهای تاجیکستان ادامه می‌دهیم. صدها تن از داوطلبان و والدان روز جمعه به نشان اعتراض از نتیجه های امتحان یگانه در نزد بینای مرکزی ملی تستی در دوشنبه جمع آمدند. با باور آنها ارزیابی امتحان داوطلبان به طور شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. بخشی میگویند که با سبب‌های شبه آور بعد اعلان بهای خوب فرزندانشان با آنها گفته شد که امتحان را نگذاشتند. برخی دیگر از طرز تقسیمات در دانشگاه‌ها شکایت دارند. من یک سال تئوری دیدم، اگزم رو سپردم، نگذاشتم. با گرفتن 70% 500 بار از 500 بار 350 خل رو به دست آوردم. در نخستین امتحان یگانه داخل شدن به مکتب‌های عالی بیش از 52,000 نفر اشتراک کردند. از این میان بیش از 29,000 سزاوار عنوان دانشجو اعلان شدند، ولی برای بیش از 16,000 نفر این امتحان بی‌قرار بوده است. دادگاه ناحیه وخش یک افسر میلیسا را برای خنک نظری که باعث خودکشی یک ساکن محلی شده است 36,000 سومانی جریمه بست و از حق کار در ساختار میلیسا به مهلت 3 سال محروم کرد. حادثه بازداشت نظام‌الدین حمیدوفی 28 ساله آخر ماه مارس رخ داد و تنها بعد از یک روز بازداشت با گمان دزدی خادمان میلیسا به والدان جسد فرزند را تسلیم کردند. مقامات رسمی سبب مرگ را خودکشی عنوان کردند که با این خلاصه پدر و مادر حمیدوف راضی نیستند. آنها میگویند که در تن فرزندشان آثار لطوکوب و شکنجه شدید نمودار بود. حالا خانواده مقتول از حکم خادم میلیسا کاملا ناراضی هستند. بعضی تاجران بازارهای دوشنبه میگویند طلبات داشتن لباس حتمی مکتبی باعث آن شده است که در بعضی مؤسسه های تعلیمی از این امر سوء استفاده می شود. بعضی مدیران مکتب ها از شاگردان طلب می کنند که سر لباس را از فروشگاهی معین مورد نظر خود به دست آورند. در نتیجه مالی در بازار پیشنهاد شونده آنها به فروش نمی رود. قرار وزارت مالی برورن دیگه فرم مختلی دین شود نمو بیاریم یا اون کسیگر سرگرمی. این در حالی است که به گفته والدان و شاگردان این گونه مؤسسه های مسئول تهیه لباس مکتبی نه همیشه سر و لباس شینمو موافق اندازه را پیشنهاد میکنند. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، صحیفه ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.